اسمه المسيح ابن عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. درود اللهم صل على سيدنا الشفيع ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. در آیات گذشته ذکر ولادت سیده مریم علیها السلام و رضی الله تعالی عنها بود که خداوند مریم را به مادرش داد و او وقف مسجد کرد، مسجد الاقصی، بیت المقدس. و بعد از کرامات مریم خواندیم که خداوند به او بدون اسباب خوراکی میداد و برایش خوراکی و میوه فرستاده میشد. زکریا علیه السلام وقتی که این صحنه عجیب را مشاهده کرد و مریم در جوابش گفت که این از جانب خداست، در دل زکریا این آمد که من هم از خدا خارق العاده بدون اینکه وقتش باشد، وقت فرزند گذشته بود، زکریا پیر شده بود، بدون اینکه موسم فرزند باشد، وقت فرزند من باشد، منم از خدا بخواهم. خدایی که بدون فصل و بدون موسم به مریم خوراکی میدهد، به من هم قدرت دارد که اولاد بده، فرزند بده. دعا کرد و خواندیم که دعایش فوراً اجابت شد. دعایی که از اعماق دل برمیخیزد این دعا به اجابت میرسد. الله عزوجل به فرشتگان دستور داد که بهش خوشخبری بدید، خدا بهت فرزندی میده. برای زکریا بسیار عجیب بود چون سنش بالا بود. همسرش و خانمش از همون ابتدا نازا بود، بی اولاد به اصطلاح، عقیم، نازا. خود زکریا مفسرین نوشتن عمرش به 99 سال رسیده بود. لذا این کلمات تعجب حضرت زکریا را میخوانیم و هم تعجب هست و هم کیفیت را از خدا میخواد بدونه که به چه صورت خدا به من فرزند و اولاد میده. لذا زکریا گفت قال رب انا یکون لی غلام، ای رب من، ای خدای من، چگونه برای من پسری میتونه باشه که در حالی که وقت بلغنی الکبر، به من کبر و سن پیری رسیده، و امرأتی عاقر، و همسر من، خانم من نازا هست، عقیم هست، بی اولاد هست. این استعجاب زکریا ذکر میشه، یعنی تعجب زکریا اینجا ذکر میشه. الله عزوجل در پاسخش میفرماید همینطور که نازا هست الله قادر بده، همینطور که تو زکریا پیر هستی الله تعالی قادر است بده. الله تعالی در دنیا هر چیز را بر اساس اسباب عنایت میکند، اما گاهی در همین دنیای ما هم میبینیم گاهی بدون اسباب چیزهای رخ میده، انسان تعجب میکنه. خیلی از افراد بودند که دکترها از فرزند و از داشتن اولاد ناامیدشون کردند، اما خدا داده. نیست که وقتی که اسباب فراهم نشد انسان دیگه دست به دعا بر ندارد. نه، بهترین دعا و مقبول ترین دعا اون دعایی هست که اسباب برای شما فراهم نیست.
ولی بدون اسباب شما از رب الاسباب بخواهید. این دعا به اجابت نزدیکتر میشه. یک کسی هست انسان کلن از حیات او ناامید است، از زندگی او ناامید است، دیگه دعا نکند برای زنده ماندنش؟ در همین وقت انسان اگر با صدق دل دعا بکند و از الله عزوجل با یقین کامل بخواهد، امید هست که الله تعالی دعایش را اجابت کند. خیلی صورت وقتها بوده که دعا معجزه کرده، دعا کلا تقدیر را عوض می کند. لذا الله تعالی به زکریا جواب میده که ای بنده من، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. همینطور که تو 99 سال هستی و به سن پیری رسیدی و همسر تو عاقر و نازا هست، الله هر چیزی که بخواد انجام میده. الله به اسباب نگاه نمیکنه، او رب الاسبابه. اسباب را او نهاده، اسباب را او گذاشته، او فراتر از اسباب، بالاتر از اسباب کار میکند. الله عزوجل بدون اسباب، نمونه های بدون اسباب زیاد هستند. یکی از اونها همینه که در آیات آینده میخوانیم، خود عیسی بدون پدر متولد میشه. هر فرزندی با وجود پدر، سبب ظاهری پدر و مادر هستند، اما الله عزوجل بدون پدر عیسی را پیدا میکنه. لذا الله تعالی بدون اسباب هم کار میکنه. اینجا بود که زکریا علیه السلام به قدرت الله یقین داشت، اعتقاد داشت، باور داشت، اما تعجب خودش را هم اظهار کرد. از پروردگار علامتی خواست. ببینید یک سری نکته های میخوام از این داستانهای انبیا که در قرآن هستند ما برداشت بکنیم و از این نکته ها عقاید خودمون را، ایمان خودمون را درست کنیم. یکی اینه که پیغمبر خدا، نبی خداست، کسی که برای دین خدا سالها زحمت کشیده، تبلیغ کرده، در اون محراب خصوصی خدا را خالصانه عبادت کرده، اما قدرتی ندارد به اندازه‌ای که برای خودش فرزندی داشته باشد، همین قدرت را ندارد. ما پس یک درسی که از این داستان میگیریم اینه که قدرت فقط و فقط به دست الله عزوجل است. حتی انبیاء الهی قدرت خداوندی ندارند. اونها اگر نیازی داشته باشن، نیاز خودشون را در محضر الله مطرح میکنه، خدایا ما عاجزیم، تو به ما بده. دوم، انبیاء علم غیب هم ندارند. حالا به زکریا خوشخبری دادند که خدا بهت فرزند میده، ولی نمیدونه کی، زمانش را نمیدوند. بس از آیه اول نفی قدرت ثابت شد از نبی خدا و از این آیه نفی علم ثابت میشه. علم ندارد. قال رب اجعل لی آیه، میگوید ای رب تو برای من یک نشانی قرار بده که اون نشانی را دیدم بدونم که ولادت فرزند نزدیکه. بس پیامبران خدا اینگونه هستند، از نظر قرب به اوج تقرب رسیدند، از نظر مقام و جایگاهشون بس بلند است، عزتشون پیش خدا خیلی زیاده است، محبوب خدا هستند، اما خداوند صفت خودش را به اونها نداده. اینا صفت خدا هستند. قدرت که به کسی بخواهد حیات بده، به کسی موت بده، به کسی بچه بده، کسی را نازا بکند، کسی را مریض بکند، کسی را شفا بده، این مال خداست. این را از غیر خدا توقع داشته نباشید. بعضی از انسانهای جاهل، نادان، اینها را از غیر خدا میخواند. فرزند از غیر خدا میخواند و علم هم غیر خدا علم غیب ندارد. چطور بعضی ها آیات قرآن را مگر نمیخوانند؟ این آیات را نمیبینند که غیر خدا، حتی اولیاء خدا را میگویند، دوستان خدا را میگویند
که اونها علم غیب دارن، دوستان خدا، هرچی اولیاء الله هستن، هرچی پیر و فقیر و خلیفه هستن و هرچی امامان هستن، همه اینها به جایگاه انبیا نمیرسند. همه را جمع کنیم به جایگاه یک پیغمبر نمیرسه. جایگاه انبیا از همه بالاتر و برتر است. وقتی که انبیا قدرت ندارند، قدرت خدایی ندارند، قدرت داشتن یک فرزند ندارند، وقتی که انبیا علم غیب ندارند، پس چه کسی میتونه داشته باشه؟ هیچ کسی نمیتونه داشته باشه. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. ای پیامبر گرامی اعلام بفرما که نمیداند تمام اونهایی که در آسمان ها هستند. در آسمان ها کیا هستند؟ اونجا فرشتگان هستند. و همچنین اونهایی که در زمین هستند، همه اینها غیب را نمیدانند الا الله. لذا ببینید زکریا علم ندارد که سوال میکنه. سوالش را دقت بکنید. قال رب اجعل لی آیه، گفت ای رب برای من قرار بده نشانی، علامتی، علامت ولادت فرزند. قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. آیه و نشانی تو این هست که تو کلام نمی کنی با مردم، سخن نمی گویی با مردم 3 ایام، 3 روز مگر با اشاره. یعنی ای زکریا هر وقتی که ولادت این فرزند نزدیک بشه، خدای تعالی بر دهان تو مهر میزنه، نمیتونی صحبت کنی. هر که با تو صحبت میکنه اشاره میکنی. این علامتش هست. لذا چیکار کن؟ فعلا ربت را زیاد یاد کن. واذکر ربک کثیرا، ربت را به کثرت یاد کن. و سبح بالعشی والابکار، و تسبیح ربت را بگو صبح و شام. عشی شام را میگویند، بیگاه را به اصطلاح غروب را بعد از زوال تا غروب آفتاب این عشی هست، بعد از زوال خورشید. ابکار از صبح صادق شروع میشه تا زوال، این ابکار است. یعنی صبح و شام علی دوام منظور اینه. خدا را یاد کن، خدا را تسبیح بگو. بعضی میگویند واذکر ربک مراد از این ذکر است، و سبح مراد از تسبیح نماز است. یعنی ذکر خدا و نماز بخوان. وقتی که چیزی از خدا میخواهیم و میخواهیم که اجابت بشه، ذکر زیاد کنیم، نماز زیاد بخونیم. لذا خدای عزوجل به بنده محبوبش سیدنا زکریا علیه السلام 2 دستور میده. خدا را زیاد ذکر کن و نماز بخوان. نماز را تسبیح، چون شما در هر رکن نماز تسبیح خدا را میخوانید. همین که اول قیام میکنید تسبیح خدا سبحانك اللهم و بحمدک، رکوع میکنید سبحان ربی العظیم، سجده میکنید سبحان ربی الاعلی، همش نماز تسبیحه. بعضی میگن مراد از تسبیح نماز است، اما بعضی دیگه از مفسرین میگن هر دو تا مراد ذکر است. واذکر ربک مراد از این ذکر قلبی است، در قلب تو خدا را یاد کن. و سبح مراد از این ذکر زبانی است. انسان وقتی که میخواد ذکر بکند، یک ذکر تنها کافی نیست، گرچه بی اثر نیست، اما یک ذکر فقط تو دلت الله باشه و در دل خدا را الله اکبر را تصور بکنی، به زبان نگویی، این کامل نیست. یا با زبان میگی سبحان الله سبحان الله و دلت به جای دیگه هست، دلت مشغول کارهای دنیا هست، این هم کامل نیست. غنیمت هست، بالاخره اگر قلبت ذکر نمیکنه زبانت ذکر میکنه، اون اگر زبانت ذکر نمیکنه قلبت فقط ذکر میکنه. اما کاملش اینه که واذکر ربک، رب را در دل یاد کن، و سبح با زبان هم یاد کن، با زبان هم یاد کن، تسبیح بگو، در دل هم، این دیگه ذکر کامل میشه. لذا همیشه میخواهید که ذکرتون ذکر تأثیر گذاری باشد،
ذکر مفیدی باشد. میبینیم بعضی مردم به حرف ما هم گوش میکنن، سبحان الله سبحان الله میگویند، ما داریم باشون حرف میزنیم، بالاخره کاری میکنن سبحان الله سبحان الله میگویند، ولی تأثیر بیشتر اگه میخواهید هم زبان و هم قلب هر دو سبحان الله بگوید، هر دو الله اکبر بگوید، هر دو لا اله الا الله بگوید. لذا بعضی از اهل تفسیر گفتن مراد از واذکر ربک ذکر زبانی هست و مراد از وسبح بحمد ربک ذکر قلبی هست. برعکس گفتن مراد از واذکر ربک ذکر قلبی هست و سبح ذکر زبانی هست. خب تا اینجا قصه زکریا بود. خدمت شما ابتدا عرض کرده بودم که اینها در واقع شبهات مسیحیان هست که خداوند جواب میده. مسیحیان چند تا شبهه ذکر کردن. یکی این که چرا عیسی بدون پدر متولد شد؟ معلوم میشه که بالاخره نسبتی با خدا دارد. الله تعالی در آیات بعد این را جواب میده. یک شبهه دیگه اینه که زکریا در اون سن بالا و کهولت صاحب فرزند شد، معلوم میشه که قدرت خدایی دارد. خب ما جوابش را دیگه خواندیم، نه قدرت خدایی ندارد، بنده خاص خدا بود، با چه زاری با چه تضرعی از خدا خواست، نه قدرت داشت نه علم داشت، نه قدرت داشت نه علم داشت، ولی الله بر او فضل کرد. شما هم خدا را بشناسید، از خدا بخواهید، خدا را فریاد بزنید. و در ادامه بحث ولادت سیدنا عیسی علیه السلام می آید. خدای تعالی خارق العادت، بدون عادت، بدون سبب از اسباب ظاهری عیسی علیه السلام را به وجود آورد. و خداوند می فرماید ما بودیم که عیسی را به چه صورت به چه کیفیت، اینجا تو این آیات میخوانیم، ما بودیم که عیسی را به دنیا آوردیم، عیسی را زنده کردیم، به عیسی حیات دادیم، بعد از اینکه به عیسی حیات دادیم به عیسی نبوت دادیم، به عیسی معجزه دادیم. معجزاتی که عیسی علیه السلام داشت، مریضی پیس خوب میشد، مریضی کور مادرزادی خوب میشد، اینا را ما بهش دادیم. لذا از اینها شما قدرت خدا را ببینید. عیسی خودش نقشی ندارد، معجزات را خدا به دست پیامبران خودش ظاهر میکند، پیامبران خودشون هیچ نقشی ندارد. ولی متاسفانه انسانها، بعضی از انسانها چقدر کودرند که این قدرت را میبینند، صاحب قدرت را نمیبینند. قدرت را میبینم به جای اینکه این قدرت را نسبت بدم به صاحب قدرت، به کسی دیگه نسبت میده، اشتباهی. لذا در این آیات الله عزوجل تفهیم میفرماید که ببینید الله تعالی چطور عیسی علیه السلام را به دنیا آورد. این مقدمهش هست. و اذ قالت الملائکه یا مریم، زمانی که ملائکه گفتند ای مریم، مریم را صدا زدند، ان الله اصطفاک و طهرک، همانا الله تو را برگزیده و تو را پاک قرار داده. مریم را یک زن پاکی بود، پاک دامن، عفیفه، مطهره. و اصطفاک علی نساء العالمین، و تو را خداوند برگزیده بر زنان عالمیان، بر زنانی که در زمان مریم همه عالم، زنانی که در اون زمان بودند بر همه برگزیده شده بود. بسیاری معتقدند که منظور از عالمین، عالمین زمان خود مریم مراد است. در مقابل همه اون زنها بهتره. بعداً زنهای دیگری الله عزوجل پیدا کرد، مثل امهات مؤمنین، مثل دختران رسول الله، بالخصوص فاطمه الزهرا، که از مریم فضیلتشون بیشتره. بعضی از علما این نظر را دارد. لذا ای مریم چیکار کن؟ ببین دستور خدای عزوجل برای یک زن عابده، برای یک زن مؤمنه،
یا مریم اقنتی لربک، ای مریم تابع ربت باش، فرمانبر ربت باش. زن باید فرمانبر ربش باشد. زنها نباید از دستور رب سرپیچی بکنند. متاسفانه زنها بیشتر سرپیچی می کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی به زنها فرمود یا معشر النساء تصدقنا، ای جماعت زنها شما زیاد صدقه بدهید، در راه خدا شما بیشتر صدقه بدهید. چرا؟ چون که من وقتی که مشاهده کردم اهل جهنم را و اهل آتش را، بیشتر اونها زنها بودند. فانی رأیتکن اکثر اهل النار، من شما را دیدم که اکثر اهل جهنم را شما تشکیل می دهید. اون وقت اونها علت را پرسیدن، آن حضرت صلی الله علیه وسلم علتهای بیان فرمود که این حدیث اگر بریم بحث داره، تا همین جا کفایت میکنه. منظور اینه که زنها ضعف بیشتر دارند، کوتاهی بیشتر دارند. زنها باید بیشتر تابع رب باشند. یکی از مسائل مهمی که زنها باید رعایت بکنند حیا هست، حجاب هست، عفت و پاکی هست. اگر زنهای جامعه حجاب را رعایت بکنند، حیا و پاکی که خدا دستور داده رعایت بکنند، اون وقت در جامعه فساد به صفر میرسد، به حد اقل میرسد. خیلی از مسائلی که امروز در جامعه اتفاق میافتد و امروز رخ میدهد، شما برید ریشه یابی بکنید، منشأش را پیدا بکنید، میبینید که به بی‌حجابی برمیگرده، به اختلاط مرد و زن برمیگرده، به اینکه مردان و زنان احکام و دستورات خدا را نادیده میگیرند، رعایت نمیکنند، برمیگرده. لذا الله عزوجل از این بندگانش از این قشر انتظار داره که اقنتی لربک، تابع ربت باش، از رب فرمان ببر. واسجدی، و سجده کن، وارکعی مع الراکعین، و رکوع کن همراه با رکوع کنندگان. یعنی عبادات تو هماهنگ باشد، موافق عبادات بقیه اهل ایمان و اهل عبادت باشد. در ادامه بحث ولادت عیسی می آید، اما در وسط خدای عزوجل یک جمله ای را ذکر می فرماید که در اصطلاح تفسیر این جمله را میگن جمله معترضه. در وسط یک جمله خداوند خطاب به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیان می فرماید. خداوند به پیغمبرش میگه ای پیغمبر من، این اخبار غیب را که شما برای مردم بیان میکنی ما به تو وحی میکنیم، تو قبل از این اینها را نمیدانستی. این دلیل چیه؟ دلیل اینه که تو پیغمبر خدا هستی. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک. از این آیه دو تا استدلال میگیریم، دو مطلب را از این آیه ثابت میکنیم. اول اینه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم رسول خداست، نبی خداست، پیامبر بر حق خدا هست. چرا؟ چون که آن پیغمبر یک فرد امی بود، درس نخوانده بود، به مکتب نرفته بود، اما این اخبار را از انبیاء گذشته، از قرنهای گذشته، هزاران سال گذشته بود. لذا این یا صدها سال گذشته بود. این اخبار را که پیغمبر میده از کجا میده؟ کسی که نه تاریخ خوانده نه چیزی خوانده، معلوم میشه که خدا بهش وحی میکند. از اینجا معلوم میشه که پیغمبر خدا از سوی خدا تعیین شده بود. و دوم اینه که از اینجا معلوم میشه که پیغمبر علم غیب هم نداشت. اخباری از غیب و از گذشته را خدا بهش
بیان میکرد، بهش اعلام میکرد. اینها را میگه انباء الغیب، یعنی اخبار غیب. علم غیب اینه که انسان خودش اونها را بفهمد، بداند، بلد باشد. انباء الغیب اینه که کسی دیگه به او میگوید. حالا احوال چند صد سال پیش را، مال زکریا را، که زکریا چطور رفت محراب مریم، اونجا دید که میوه دارد، رزق دارد. گفت از کجا؟ گفت از طرف خدا. اینا را کی به پیغمبر گفته بود؟ اینا را خدا به پیغمبر گفته بود. یا اینکه قبل از اینکه مریم را به تکفل بگیرند با هم قرعه کشی کردند. وقتی که مادر مریم را آورد، هر یکی گفت این دختر عمران است، من این زحمت را میکشم. دیگری گفت من این زحمت را میکشم. با هم اختلاف کردند. آخر گفتن قرعه کشی بکنیم. قرعه اندازی چطور کردند؟ گفته هر یکی قلم خودش را در جو بندازد، در اون نهری که آب میبرد بندازد. هر کدوم را آب برد، مریم مال او نیست، در اختیار او نیست. هر کسی که برعکس مسیر آب رفت مال او هست. وقتی که همه قلم های خودشون را انداختند، قلم زکریا برعکس رفت. این اخبار را کی به پیغمبر گفته؟ خدا به پیغمبر گفته، اینجا گفته. لذا الله میفرماید ای پیغمبر من، شما اونجا نبودی، حضور نداشتی که وقتی که اونها به خاطر کفالت مریم قلمهای خودشون را به نهر انداختند. لذا اینها را که خدا بهت میگه اخبار چند صد سال پیش، دلیل اینه که تو پیامبر خدا هستی. یعنی که عیسی چطور متولد شد، مریم چطور به طرف شرق رفت، فرشتگان آمدند، چه گفتگویی بین مریم و فرشته انجام گرفت، اینها را تو داری امروز برای مردم میگی. معلوم میشه که تو پیغمبر خداست. اینها همه تمام را میگن دلائل نبوت. اما مسیحیان ضدی، مسیحیان انادی، با وجودی که اینها را از زبان رسول الله شنیدند، باز هم ایمان نیاوردند. الله عز وجل می فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیب هست که ما وحی میکنیم به سوی تو. این وحی ماست. وقتی که وحی خداست، دلیل که او هم پیغمبر خداست. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، نبودی ای رسول من، ای نبی من، نزد اونها. اذ یلقون اقلامهم، زمانی که انها می انداختند قلمهای خودشان را. چرا انداختند قلمهای خودشان را؟ انداختن که ایهم یکفل مریم، کدام یک از اونها کفالت مریم را به عهده بگیرد. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، و شما نبودید پیش اونها وقتی که آنها با هم بحث کردند، با هم جر و بحث کردند. برای چی؟ برای کفالت مریم. او گفتین من نگهداری میکنم، دیگری گفت من نگهداری میکنم. خب اونجا نبودی، الان که اینها را داری داستان تعریف میکنی، بیان میکنی، پس دلیل نبوت تو هست، دلیل رسالت تو هست. اذ قالت الملائکه، حال این جمله معترضه بود برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ادامه قصه، مریم علیه السلام در اون محراب خدا را عبادت میکرد تا اینکه یک روزی فرشته را الله پیشش فرستاد. مراد از فرشتگان، جمع فرشتگان هستند، اما گوینده جبرائیل امین بود. پیش مریم آمد. مریم علیه السلام پیغمبر نبود، اما ولیه خدا بود، صدیقه بود. خداوند در قرآن میفرماید و امه صدیقه، مادر عیسی صدیقه بود، زن راستگو و زن پاکی بود، مطهره بود. اینجا شما خواندید ان الله اصطفاک و طهرک، خدا او را برگزیده بود برای عبادت خودش و خدا او را پاک آفریده بود. زن پاکیزه‌ای بود، پاک دامن و مطهره بود. لذا ولی با وجود این الله تعالی فرشتگان را پیشش فرستاد
که بهش بگویند خدا بهت فرزندی میده. اما اینجا اجمال هست، خلاصه هست، تفسیرش در سوره خود مریم هست. اونجا مریم علیه السلام رفته بود برای نیاز بیرون، رفته بود بیابان بود، فرشته آمد به شکل انسان آمد. مریم گفت که تو کی هستی؟ مریم ترسید، تو کی هستی اینجا به من نزدیک میشی؟ اون گفت که من فرشته خدا هستم و من آمدم که بهت فرزندی بدم. مریم گفت که من نه ازدواج کردم نه کسی از راه نامشروع به من دست زده، چطور به من فرزندی میرسه؟ اون گفت خداوند دیگه تعیین کرده، فیصله کرده. لذا او دمید در گریبان مریم، دم کرد به اصطلاح از طرف الله. الله تعالی او را، عیسی را بهش عطا کرد. لذا اینجا همین قدر هست که گفتم ملائکه چی گفتند؟ یا مریم ان الله یبشرک، ای مریم همانا الله تو را مژده میده، تو را بشارت میده، به کلمت منه، به کلمه از جانب رب. اسم عیسی علیه السلام کلمت الله هم هست. چرا کلمه میگویند؟ چون با کلمه کن به وجود آمد. همه ما با کلمه کن درست شدیم، اما یک سبب ظاهری دیگه هم بود. اونجا اون سبب نبود، اونجا اون سبب پدر نبود، اونجا اول و آخر همون کن بود. به این خاطر کلمه بهش میگویند، چون با کلمه چی پیدا شده؟ با کلمه کن. ان الله یبشرک بکلمت منه، خداوند تو را بشارت میده با کلمه از جانب خداوند، یک کلمه که خدا میگه و او به وجود میاد. اما اسم او کی هست؟ اسمه المسیح عیسی ابن مریم، اسمش مسیح عیسی ابن مریم هست. مسیح به عیسی علیه السلام میگفتند. چرا؟ دلایل زیادی گفتند، اما بارزترین علت اینه که عیسی علیه السلام هر چیزی را مسح میکرد، تأثیر مسحش پیدا میشد. مثلا کور مادرزاد را مسح میکرد، چشمش بینا میشد. مریضی برس را مسح میکرد، او خوب میشد. مرده را مسح میکرد، زنده میشد. این معجزه عیسی بود. به این خاطر میگم مسیح. اما اسمش عیسی ابن مریم، عیسی فرزند مریم. هر جا خداوند عیسی را ذکر کرده، بقیه انبیا را نگفته ابن کی، نگفته مثلا ابراهیم ابن آذر یا موسی ابن عمران یا یحیی ابن زکریا، اسم پدرشون را ذکر نکرده. فقط عیسی را هر جا ذکر میکنه میگه عیسی ابن مریم. چرا؟ چون که مسیحیان میگفتن عیسی ابن الله، عیسی فرزند خدا علیه السلام. به این خاطر الله عزوجل هر جا میگه عیسی ابن مریم که پدر ندارد، فقط مادر دارد. لذا الله تعالی همین جا اسمش را که ذکر میکنه، نام مریم را هم با او همراه میکنه. اسمش عیسی ابن مریم هست. وجیها فی الدنیا والآخره، برگزیده هست در دنیا و آخرت. و من المقربین، و از بندگان مقرب الله است. و خدا به این عیسی ابن مریم معجزات زیادی میده. از جمله معجزات و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین، با مردم کلام میکند، با مردم سخن میگوید در گهواره و در پیری و از صالحین هست. یکی از معجزات عیسی علیه السلام صحبت کردن در گهواره هست. اون زمانی که طفل بود، طفل یک روزه‌ای بود، با مردم سخن گفت ای مردم، مادر من بیگناه است، به مادر من تهمت نزنید، پاک است، خدا مرا بدون پدر متولد کرده. یک روزه بود اینه گفت.
پس این معجزه عیسی، این اولین معجزه و اولین روز ولادت. در گهواره صحبت میکنه. اما و کهلا پیری صحبت میکنه. این در پیری صحبت کردن چه معجزه ای هست؟ غیر انبیا هم در پیری صحبت میکنند. ما که پیر شدیم صحبت میکنیم. بقیه پیرمردها سنشون 70 و 80 رسیده صحبت میکنند. در پیری صحبت کردن کمالی نیست. این اشاره به چی هست؟ اهل تفسیر میگویند این اشاره به نزول عیسی هست. چطور؟ عیسی علیه السلام وقتی که مردم را تبلیغ کرد و مردم را ارشاد کرد و مردم بالخصوص یهود با او دشمنی کردند و میخواستند عیسی علیه السلام را اعدام بکنند، اون زمان عیسی اکثر مفسرین نوشتند، در بعضی روایت ها هم اشاره هست 33 ساله بود. چند سال بود؟ 33 سال، یعنی عین جوانی. خب وقتی که 33 سال بود الله عزوجل عیسی را رفع کرد، یعنی برد به آسمان ها. عیسی به آسمان ها رفت و هزاران سال در آسمان ها باقی میمانه. اونجا دیگه اون عمری نیست، این دنیا نیست و این خواص این دنیا را نداره که انسان اونجا بخورد، بنوشد، بپوشد، پیر بشه، جوان بشه، مریض بشه. نه، این حرفا اونجا نیست. دوباره که عیسی برمیگرده همون 33 ساله هست. لذا وقتی که برمیگردد دوباره عیسی علیه السلام زندگی میکند. بعضی روایت ها هست که 24 سال دیگه عیسی علیه السلام در دنیا چی میکند؟ زندگی میکند. 33 و 24 میشه 57 سال. لذا به پیری معنیش اینه، اشاره میشه که در همین دنیا بالاخره پیر میشه دوباره. و بعضی میگن 40 سال عیسی علیه السلام حکومت میکنه، لذا از 70 رد میشه. پس کهلا اشاره به این هست که عیسی علیه السلام دوباره چی میشه؟ دوباره به همین دنیا میاد و زندگی دنیای خودش را ادامه میده. اون موتی که باید بیاید بر هر کس و بر انبیاء علیهم السلام هم میآید، اون موت دوباره بر همین دنیا برش میآید. لذا و کهلا اشاره به اینجاست. صحبت میکنه هم در بچگی و گهواره و هم در پیری. و من الصالحین، از صالحین خواهد بود، بندگان صالح و خاص الله عزوجل. وقتی که این مژده را و این خوشخبری را به مریم علیه السلام دادن، برای اهل جهان و مردمان دنیا یک مژده بود، یک خوشخبری بود، یک آیه از آیات الهی بود، ظهور معجزه از معجزات بود. اما برای مریم گران بود، سنگین بود. مریم علیه السلام این قوم یهود را، بدفطرت و بدبخت را میدونست که اینها هیچ وقت دست نمیکشند. اون زمانی که عیسی با وجودی که در گهواره صحبت کرد، معجزه عیسی را دیدن، بعدا عیسی پیامبر شد، معجزات عجیب و غریب را دیدن، بازم ایمان نیاوردن، بازم عیسی را تهمت زدند. تا زمان رسول الله، تا زمان ما، هنوز هم همون عقیده را یهود دارد. یهود عیسی را العیاذ بالله فرزند حرام میداند و معتقد است که از راه نامشروع مریم به دست آورده عیسی را. این عقیده هنوزیه. لذا حضرت مریم علیه السلام میدانست، به این خاطر مریم حزین است، غمگین است، پریشان است. چی میگوید؟ قالت رب انا یکون لی ولد، بار الها ای رب من، انا یکون لی ولد، چگونه برای من فرزندی میشه در حالی که ولم یمسسنی بشر، تا به حال به من هیچ بشری دست نزده، نه از راه حرام نه از راه حلال، چون ازدواج نکرده بود. بشر به من دست نزده، چطور من میتونم بچه بیارم؟ فرشتگان از طرف الله جواب دادن، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك، همینطور، بدون دست زدن، بدون ارتباط، همینطور که یک زن پاک دامن هستی، خدای عزوجل
میخواهد قدرت خودش را نشان بده. الله تعالی یکی از دلائل قدرتش حیات عیسی هست. وقتی که اعتراض کرده الله تعالی فرمود ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، مثال عیسی مثل مثال آدم است. عیسی را تنها بدون پدر پیدا کرد، خداوند آدم را بدون پدر و مادر پیدا کرد. قدرت خدا بعیده، این که ناممکن نیست، ممکنه. لذا الله تعالی فرمود کذالک، ای مریم پریشان نشو، غمگین نشو، جوش نزن. خدا همینطور بدون اینکه ارتباطی داشته باشه، بدون اینکه ازدواج بکنی، بدون اینکه شوهر بگیری، همینطور خدا بهت فرزند میده. الله یخلق ما یشاء، الله پیدا میکند هر چی که بخواهد، هر چی که منشأ او باشد، هر چی که رضای او باشد، دستور او باشد، اتفاق میفته. و خداوند یک قاعده کلی و یک اصل کلی بیان میفرماید. اون اصل کلی چیه؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. هرگاه خداوند فیصله بفرماید امری را، دستور صادر بفرماید برای کاری که این کار باید بشه، مثلا عیسی از مریم بدون پدر متولد بشه، وقتی که فیصله بکند فانما یقول له کن، خدا به اون میگه کن، به وجود بیا، پیدا شو، درست شو، فیکون، اون خود به خود متصل بعد از اون به وجود میاد، درست میشه. لذا این دستور خداست. لذا بیشتر از این مریم صحبت نکرد و بعد در آیات بعدی که انشاءالله بعدا میخوانیم الله تعالی بقیه اوصاف عیسی علیه السلام را بیان میفرماید. اما از این آیه این نکات را باید ما مذاکره بکنیم تا بر صفحه دل بشیند که خدا کاری را که بخواهد اون کار میشه. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. لذا هر کار ناممکن را که کار درستی باشه هم از خدا بخواهید، برای خدا دیر نیست. خدای عزوجل قدرت‌های بسیار قوی را یک شب متلاشی میکنه، چون خدا میخواد دیگه تمام بشه، یک شب تمام میشه، یک شب به هم میریزه، هر چی که منشأ الله باشد. پس هیچ وقت دنیا را، گرچه دنیا بر اساس اسباب میچرخد، اما نظر ما به اسباب نباشد، به رب اسباب باشد. فکر در اسباب می‌دارد نظر، عقل میگوید مسبب را نگر. فکر میگه که هر چیز بر اساس اسبابه، اما وقتی که انسان عقل را خوب به کار ببرد و خوب فکر میکنه، میگه نه، این اسباب را نگاه نکن، مسبب را، رب اسباب را ببین. لذا همیشه ما باید نگاه ما، نظر ما به اسباب نباشه، به رب اسباب باشه. این هست توحید کامل و این هست ایمان کامل. الله عزوجل به ما ایمان کامل عطا بفرماید. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا، إله العالمين، ای رب قوی، ای رب علی، ای رب حکیم و ای رب مهربان و رحیم، بر همه ایمان رحم بفرما، گناهان ما معاف بفرما، از اشتباهات و تقصیرات ما درگذر باش. تا روزی که زنده هستیم به ما ایمان کامل، یقین کامل نصیب بفرما. ایمان ما را قوی بگردان، تقوای ما را قوی بگردان، خدا ترسی ما را قوی بگردان، اعمال ما را قوی بگردان، سستی ما را اله العالمین از بین ببر، ما را از گناهان و از معصیت ها دور بدار. پروردگارا، به ما اون ایمانی، اون یقینی که این آیات
به هر مؤمن درس میده، یاد میده، تزریق میکند. اون یقین را به همه ما نصیب بفرما. پروردگارا یا رب مشکلات همه ما را حل بفرما، مشکلات عزیزان ما را، اونهایی که نامه نوشتند، اونهایی که ننوشتند، مشکلاتشون را حل بفرما. ای رب بزرگ، تو که بدون اسباب، نیازی به اسباب نداری، بدون اسباب همه امور را، همه کارها را حل میکنی. امور بندگان خودت را، مشکلات بندگان خودت را حل بفرما، گره ها را باز بفرما و دنیا را و نظم دنیا را به نفع دین، به نفع اسلام و مسلمین، به نفع تعلیمات قرآنی به پیش ببر. معاصی را، منکرات را ریشه‌کن بفرما. اله العالمین تحول بیاور که جامعه ما را به سوی قرآن، به سوی ایمان، به سوی نماز، به سوی مسجد سوق بده. جوانان ما را، خواهران ما را، مادران را، دختران را دیندار بگردان، حیادار بگردان، مثل مریم پاک و عفیفه بگردان. پروردگارا جامعه ما را جامعه پاکی بگردان، نگاه‌های ما را پاک بگردان، گوش‌های ما را پاک بگردان، از همه ناپاکی ها پاک بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب